سلام به بینندگان عزیز ولایت مدار. امروز مصاحبه‌ای داریم با سرتشتک جدید سپاه حاج چاخان سلامی. سلام خدمت شما سرتشتک. سلام به تمامی ولایت مداران و امت وارفته سپاه. لازم میدونم بگم که همونطور که مقام عظما گفتند آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بله خب سرتشتک، شرایط و اوضاع منطقه رو چطور بررسی میکنید؟ بله، منطقه کامل دست ماست. سپاه با اقتدار کامل از منافع نظام ولایی در منطقه، جهان و کهکشان راه شیری دفاع میکنه و آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. کهکشان راه شیری؟ خب باشه، اوضاع داخلی رو چطور بررسی میکنید؟ اوضاع داخلی هم به حمدالله کاملا تحت کنترل سپاه. مردم کاملا راضی هستند. هیچ مشکلی مثل گرونی، سیل، تحریم، جر خوردن عبای عظما و این چیزا اصلا وجود نداره. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یعنی شما میگید هیچ مشکل و بحرانی در نظام ولایی ما وجود نداره دیگه، درسته؟ بله، فقط اینم بگم که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و اگه دست از پا خطا کنه ما کیس ورس سناریو کیس ساب کن چی بود مهم نیست. مهم اینه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بله متوجه شدم. سرتشتک، میشه مقداری شرایط نظام ولایی رو بیشتر برای بینندگان ترسیم کنید؟ آره ساب کن الان نشونت میدم. الان چه احساسی داره؟ دارم خفه میشم. باریکلا، دقیقا همین وضعیت رو الان مقام عظما و نظام دارن. مردی که ابله تو این وضعیت افتضاح اومدی از من سوال میکنی اوضاع نظام چطوره؟ 2 روز دیگه که مردم ریختن تو خیابون چپاقمون رو چاق کردن دیگه احساس خفگی هم نمیکنیم چون دیگه کار تمومه.